درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی آقچای ولایت جوزجان 3 کشته و 6 زخمی از مخالفان مسلح دولت بر جا گذاشت. 7 تن نیز اسیر شدند. آمر امنیت فرماندهی امنی جوزجان میگوید در این نبرد 1 مأمور نیروهای خیزش مردمی کشته و 3 تن دیگر آنان زخم برداشتند. همکارم فرید امینی از ولایت جوزجان با جزئیات بیشتر. عبدالحفیظ خوشی آمر امنیت فرماندهی امنی ولایت جوزجان میگوید حوالی 10 قبل از ظهر سه‌شنبه 1 گروهی از طالبان در ولسوالی آقچه که در یکی از منازل مسکونی در روستای خانقاه عربیه جابجا و قصد حمله بالای تأسیسات دولتی را داشتند. قبل از رسیدن به هدف و دست یافتن به اطلاعات از سوی پلیس با نیروهای امنیتی درگیر شده و تلفات سنگینی را متقبل شدند. با رسیدن اطلاع بسیار دقیق یک گروه 9 نفری در این خانه‌ای که قبلا براتون ذکر کردم یا جابجایی شده بودند با همکاری صاحب خانه یا پروگرام بسیار شغلی داشتند. خوشبختانه با رسیدن اطلاع بسیار دقیق نیروهای امنیتیمون اطراف منزل یا اطراف خانه‌ای که یا گروه‌ها جابجایی شده بودند انسداد می‌کنند. درگیری با مخالفینی که در این خانه جابجا شده بودند حوالی ساعت 10 بجه قبل از ظهر درگیری آغاز شد الا ساعت 11:30 بجه به فضل خداوند این درگیری بسیار موفقانه ختم یافت و به تعداد 2 نفر از مخالفین کشته شدند که جسدهایشان در میدان نبرد باقی مانده که شما خودتان با چشم سر مشاهده کردین و به تعداد 7 نفر از زیاد دستگیر شدند. از جمله 7 نفر 2-3 تای از زخمی است. آمر امنیت میگوید در این درگیری 1 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شده و 3 تن دیگر آنان زخم برداشته که زخمیان به شفاخانه انتقال داده شده و تحت مداوا قرار دارند. در جریان درگیری بدبختانه خود در جنگ الوا تقسیم نمیشه. جنگ کشتن و زخمی و گپ وجود داره. بدبختانه 1 نفر از خیزش‌های مردمی ما شهید شده است و 3 نفر زخمی شدند و در حساب گرفتاری از یا در حساب قلقم از یا فوق العاده بعد از اینکه عملیات تصفیه‌ای که 3 ماه قبل در این ولسوالی آغاز شده است، یعنی اهالی شریف ولسوالی‌های پنجگانه یا آقچه در سطح ولایت جوزجان با نیروهای امنیتیشان فوق العاده خوب است. دیگه هرچند آقچه پس از راه اندازی عملیات نظامی به رهبری معاون نخست رئیس جمهور فضای امنی به خود گرفته بود، اما حالا دیده می شود که شورشیان دوباره در مناطقی از این ولسوالی به تحرکات دست می زنند.